تاریکخانه تاریخ. درود بر شنوندگان عزیز، من محمد ناظمی با همیاری مجتبی شهرآبادی و عارف خواجه نژاد از استودیو شنوتو با تاریکخانه تاریخ همراه شما هستیم. در تاریکخانه تاریخ عکس‌هایی از تاریخ دیروز و امروز رو ظاهر می‌کنیم و برای شما شرح می‌دیم. میرزا کوچکخان، آزادیخواه یا تجزیه طلب. درباره شخصیت میرزا کوچکخان جنگلی و ماهیت و اهداف قیام جنگل در بین مورخان اتفاق نظری وجود نداره. یه عده کوچکخان رو قهرمان ملی و قیام جنگل رو نهضت آزادیخواهانه میدونند و یه عده دیگه اون رو یاغی، تجزیه طلب و وابسته به روس‌ها توصیف می‌کنند. نویسنده کتاب سردار جنگل در مقدمه اثر خودش برخی از این آرای متناقض رو بازگو می‌کنه که در این پادکست به اونها اشاره می‌کنیم. ابراهیم فخرایی نویسنده کتاب سردار جنگل از زبان تاریخ نویس‌ها و بزرگان اینطور می‌نویسه. احمد کسروی در کتاب تاریخ مشروطیت ایران ابتدا توضیح میده که چندان به نهضت جنگل آگاهی نداره و در ادامه می‌نویسه جنگلی‌ها مردان کوتاه‌بین و ساده‌ای بیش نبوده و راه و روش روشن برای خود نمی‌دانستند و کارشان نابسامان در آمده است. استاد ملک الشعرای بهار در تاریخ احزاب سیاسی میرزا کوچکخان و کلونل محمد تقی‌خان پسیان رو متهم میکنه به این که قصدشون تصرف ایران و ایجاد یک حکومت مرکزی صالح نبوده و به همون ولایاتی که در اختیار داشتند قانع بودند. در روزنامه دنا که در تهران چاپ میشد مقاله‌ای با عنوان بحث تحلیلی از قیام جنگل نوشته شده که در اون مقاله اومده کلونل محمد تقی‌خان پسیان و شیخ محمد خیابانی و کوچک جنگلی تلاشی برای تکمیل انقلاب مشروطیت نکردند و اون رو ناقص گذاشتند. نویسنده کتاب انقلاب بیرنگ به وجود آورنده انقلاب جنگل رو مردی معرفی میکنه که معتقد به قضا و قدر بود و بیشتر کارهاش رو با کمک گرفتن از استخاره انجام میداد. کور مادرزادم میتونه تو رو بشناسه. میرزا کوچکخان. طعنه نزن مومن، درست بگو ببینم چه معنی داره این کار. میخوای برم پای درخت زیارت چوب بندازم که معجزه؟ مردم به همین زیارت قسم که این پیرمرد شمع فروش بی چشم سر همه رو میبینه. اون وقت مردم پچ پچ در گوش هم میگن میرزا کوچک دیوونه شده. قدر معجزه رو کوچک نکن میرزا. جوانای گیل مرد جونشون و کف دستشون گرفتن تحت فرمان تو. زن و بچه مردم توی سیاه زمستون آواره کوه و جنگل و بیابون میشن به خاطر تو. اون وقت تو نمیدونی چی کار کنی. راستی که خیلی بد شد. چرا ریشخندم میکنی درویش؟ چه تقصیری کردم؟ خودت میدونی سردار، کسی که برای خدا می جنگه نه میترسه نه پریشونه. اما تو هم پریشون شدی هم ترسیدی. من ترسیدم؟ جنگاوری که نترسیده باشه کاسه چه کنم دستش نمیگیره.
اگه هیچ کاری از دستش بر نیاد اون وقت چی؟ چرا هیچ کاری از دستت بر نمیاد سردار جنگل؟ الهی فدای سرت بشم. چرا اینقدر ذلیل شدی؟ چرا ذلیل شدی میرزا کوچیک جنگلی؟ شکست آدمو ذلیل میکنه. اگه پریروز اومده بودم اینجا زیارت، شهامت داشتی اینطوری با من حرف بزنی؟ آهای میرزا کوچیک، مواظب حرف زدنت باش. شکست هر کسی رو ذلیل میکنه. سید مهدی خان فرخ معتصم السلطنه در مجله اطلاعات هفتگی اینطور نوشته که من جنگلی ها را متوجه کردم که در مقابل دولت انگلیس از پشه در مقابل فیل کوچکتر و بی اهمیت ترند. مؤلف تاریخ بیداری ایران میرزا کوچک و اعوانش رو در رده اشرار و غارتگران به شمار آورده. سر پرسی سایکس در کتاب معروف خودش به نام تاریخ ایران میرزا کوچک رو عامل سپهدار نامیده و مدعیه که هدف میرزا از برگشتن به گیلان ادامه کار پرمنفعت خودش، یعنی گرفتن ایرانیان ثروتمند و نگاه داشتن اونها برای گرفتن خونبها یا باج سبیل بوده و در ادامه اینطور می‌نویسه که حکومت ایران در مقابل این جنبش تقریباً ناتوان بود و اگه اقدامات بریتانیای کبیر نبود این احتمال وجود داشت که سلطنت منقرض بشه. مدیر روزنامه اقدام آقای عباس خلیلی جنگلی ها رو سرزنش میکنه از اینکه نتونستن در مقابل انگلیس ها در تنگه منجیل پایداری کنند، در حالی که اگر کمی دلیرانه تر رفتار میکردند احتمال این وجود داشت که راه رو بر انگلیس ها و روس ها مسدود کنند. سپهبد امان الله جهانبانی، سناتور و وزیر سابق دربار پهلوی، با عنوان خاطراتی از اوضاع قبل از کودتای 1299 مقاله ای رو در سالنامه دنیا نوشت که در اون سطور اینطور اومده: در شمال ایران میرزا کوچک خان علم طغیان و یاغیگری برافراشته و دعوی استقلال می نمود. رساله کوچکی در تهران منتشر شد به نام تاریخچه جنگلیان که در اون رساله جنگلی ها افرادی راهزن و هیئت اتحاد اسلام، مشتی ملانما و حشمت الدوله والاتبار فرمانداری نالایق معرفی شد و دلیلش هم این بود که قدرت جنگلی ها در زمان این فرماندار زیاد شده بود. میرزا کوچی ببین چه به روزگار ما آوردن، ببین چه جوری ما رو بی خانمون کردن، ببین نتیجه کارهای توه. موصوله رو جبهه جنگ قرار دادی، حالا که شکست خوردی دارن ما رو خونه خراب میکنن. چرا تفنگچیاتو بر نمیداری بری از موصوله؟ زن و بچه مردم سربازن مگه؟ خونه های مردم سنگرن مگه؟ حتما باید همه مردم موصوله فدای سر تو بشن، وگرنه دست بر نمیداری؟ تا جونمونو نگیری خلاصمون نمی کنی. چرا نمیری از اینجا میرزا؟ چرا مردم موصوله رو سپر بلای خودت میکنی؟ در مجله اسپارتاکوس که در پاریس چاپ میشد مطلبی نوشته شده بود که اشاره داشت به آثار فعالیت کمونیسم به سال 1919 در آسیا، فعالیت‌هایی که منجر شده بود به پیدایش دسته‌ای در شمال ایران به رهبری روس‌ها که اون موقع در گیلان و مازندران نفوذ کرده بودند. به همین خاطرم بود که در شماره اول مجله کمونیست بین‌المللی از نهضت پشتیبانی شد و نوشته شد که ریاست اسمی این نهضت با میرزا کوچک خان هست ولی نهضت رو روس‌ها اداره می‌کنند. کمی که از این نوشته گذشت در مطلب دیگه مجله اسپارتاکوس میرزا کوچک رو مردی صدیق و با وفا مینامه و میگه که میرزا کوچک یک ایرانی عمیق و متفکر و یک مرد ایدئال و اهل آرزو بود، اما آنهایی که پیرامونش بوده و دعوی همکاریش را داشتند نیمی سرسپرده روس‌ها و نیم دیگر سرسپرده انگلیس‌ها بودند.
دکتر مهدی خان ملکزاده نویسنده کتاب تاریخ مشروطیت ایران، میرزا کوچکخان رو به نام یک مجاهد حقیقی و یک فرد مؤمن به مسئولیت ستایش میکنه و مینویسه نه فقط یک سرباز آزاده بود و در راه آزادی می جنگید، بلکه یک مبلغ آزادی نیز بود و در هر مورد و مقام از تبلیغ مردم به پیروی از حق و عدالت و حقوق انسانیت فروگذار نمی کرد. کتاب سیاست شوروی در ایران میرزا رو یکی از آزادی خواهان واقعی با مسلک که حقیقتاً برای آزادی و نجات ملت ایران قیام کرده و 100% دموکرات و ایران دوست بوده معرفی میکنه. در دیوان عارف قزوینی که توسط سیف آزاد گردآوری شده اینطور اومده که یکی از تشکیلات بجا و به موقع که خدمات گرانبها به آزادی و استقلال ایران نموده، همانا تشکیلات مقدس و سودمند و میهن پرستانه فدایان جنگل در زیر سرپرستی میهن دوست نامی شادروان میرزا کوچکخان جنگلی بوده است. موسیو نیکیتین، قنصول سابق روس در ایران، در کتابی که به زبان روسی به نام ایرانی که من شناختم منتشر کرده و ملک الشعرای بهار ترجمه فاضلانی از کتاب داشته، میرزا رو مردی نامیده که کمال مطلوبش رو جستجو می‌کرد و مقید به جمع آوری ثروت نبود. ژنرال دستروویل، فرمانده نیروهای مسلح انگلیس در ایران که از خط عبورش به قفقاز خاطرات خوشی به یاد نداره و مکرر با جنگلی‌ها جنگیده بود، در کتاب معروفش به نام امپریالیسم انگلیس در ایران و قفقاز در چند جا نام جنگل رو با احترام برده و می‌نویسه نهضت جنگل از طرف میرزا کوچکخان انقلابی معروف که یک ایدئالیست با شرف و منصفی است تشکیل یافته. و در جای دیگه میگه به عقیده من میرزا کوچکخان از وطن پرستان حقیقی است و امثال او در ایران نادر و کمیابند و اگر میتوانستم چند کلمه‌ای به گوش او بخوانم یقین دارم از سقوط قطعی نجات پیدا میکرد. عبدالله مصطفی، نویسنده تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، معتقده که میرزا در تمام مدت نهضت جنگل یک قدم برخلاف دیانت و حب وطن بر نداشته و حتی در زمانهایی که کابینه‌های صلح روی کار می اومده خودش رو از تماس با دولتیان دور نگه می داشته. اما در صورت تسلیم شدن شما فرمانده کازاک تضمین نظامی میده که دست از تعقیب بقیه جنگلی‌ها برداری. این تضمیننامه نظامی به خط ژنرال براتوف، فرمانده ارتش تزار امپراتور روسیه در گیلان و مازندرانی، تسلیم شخص شما برای ما کافی. یعنی فرمانده شما خیال میکنه این همه جوانای گیل مرد با تسلیم شخص من دست از مقابله با نیروهای دشمن بر می دارن؟ این روایت‌های ضد و نقیض به جبر روایت تاریخ که حب و بغض نویسنده رو در نوشتنش دخیل میکنه نمیتونه شخصیت میرزا رو اونطور که بود برای آیندگانش تصویر کنه. ولی شاید توجه به معنی خاص هر کلمه در توصیفی از میرزا کوچکخان که در کتاب ایران در جنگ بزرگ تالیف مورخ‌الدوله سپهر میرزا اومده بتونه به همون کمک کنه که میرزا رو اونطور که بود بشناسیم. در این کتاب اومده میرزا کوچکخان یک مرد روشنفکر مذهبی و یک میهن پرست واقعی بود. اون روزی که ما هم قسم شدیم و زدیم به کوه و جنگل، وضع ما از این بدتر بود. اون روز اسلحه ما فقط عقیده و ایمان بود و دست افزارمون داس و تبر و تفنگ حسن موسی. خیلی از کسانی که اون روزا همه هستی خودشون رو در طبق اخلاص گذاشتن و به جنگل اومدن امروز در جمع ما نیستن. چهره اون شهدا که چهره عزیزترین عزیزانمونه همیشه جلوی چشم ماست. خیلی هاشون حتی گور ندارن. اونا در این راه از ما پیشی گرفتن و به مقصد رسیدن. من و امثال من
دنبال روی اونا هستیم. ما با دولت وثوق‌الدوله جنگ داریم، با نوکرای انگلیس، با همه اجنبی پرورده ها جنگ داریم. ما درد وطن داریم، درد دین داریم. ما از این راه بر نمی گردیم و دست از استقامت بر نمی داریم. کمترین توقعی که از شما داریم اینه که اسلحه‌تون رو همراه نبرید، یا اگر میبرید حفظش کنید و تحویل اجنبی و نوکر اجنبی ندید. از اسرار ما، عده ما، خط سیر ما هیچ اطلاعی به دشمن ندید. از اینکه با من محمد ناظمی و همراهان عزیزم مجتبی شهرآبادی و عارف خواجه نژاد در این پادکست همراه ما بودید ممنونیم و امیدوارم که این پادکست مورد توجهتون قرار گرفته باشه. چقدر جنگل خوزی ملت مستی هستن و بستی بی جان جانان هرگ من این تبوچی خواهد